امروز میخوایم لاین درمانی آبرسان تالگو هیدراتاسیون مطلق رو با هم لاین عملیش رو ببینیم. این لاین مناسب چه کسانی هستش؟ برای همه افرادی که مشکل خشکی بیش از اندازه پوست دارن، پوستشون کم آب، تشنه است، اصطلاحاً دهیدراته هستش ما بهش میگیم، و این افراد ممکنه در اثر حالا ژنتیک پوستشون خشک باشه و کم آب باشه، یا ممکنه در اثر عوامل محیطی، نوع آب و هوا، نوع تغذیه پوستشون خشک شده باشه. یه کسایی که خیلی حموم آفتاب میگیرن، اینا حتما پوستشون کم آب و خشک میشه و پوست خاصیت ارتجاعیش رو از دست میده، دارای خطوط و چروک ریز میشه و اینکه دچار پیری زودرس میشن. پس ما توی لاین عملی یاد میگیریم که چه کارهایی، مراحلی رو انجام بدیم برای این افراد که در واقع پوستشون دوباره اون حالت ارتجاعیش رو به دست بیاره، پر آب بشه و در واقع جوون بشه. خب بریم ببینیم باید چیکار کنیم. در شروع ابتدا قبل از اینکه حالا ما بیایم این کار رو شروع بکنیم، اول وقتی که مشتری وارد اسپای ما میشه، وارد محل کار ما میشه، باید با حال هوای محیط کار ما و محل کارمون آشنا بشه، چون بالاخره داره فیشیالی رو انجام میده که حالا یا ممکنه مشتری قدیمتون باشه یا فردی باشه که تازه داره این تجربه رو انجام میده. استرس و فشارهای اضافی رو از روش برداریم که این خودش کمک میکنه به روند اینکه شما در نهایت نتیجه بهتری از فیشیالتون بگیرید. خب بعد از اینکه مشتری رو سوالات رایج رو براش انجام دادید و به این نتیجه رسیدید که این درمان براش خوبه و مشتری رو با محیط سالنتون آشنا کردین، چند تا کار رو قبل از اینکه بریم درمان رو انجام بدیم میکنیم. چه کارهایی؟ یکی از این که شما باید در واقع حوله هایی رو که میخواید استفاده بکنید در توی درمان استفاده کنید. دستگاهتون و دستگاه حوله گرم کنه برقیتون رو قبلش باید روشن بکنید تا این دستگاه گرم بشه. حوله هاتون رو آماده بکنید. ببینید این حوله هایی که میبینید در این سایز و ابعاد بهش میگن حوله پاکسازی، که شما در طول درمان اگر بخواید که ماسکتون رو پاک بکنید، کرمای اضافتون رو پاک بکنید، از این حوله ها استفاده میکنید. به این شکل تاش میکنین و لولش میکنید. دو تا از این حوله ها رو ما باید آماده بکنیم. یک ظرف آب بر میداریم، توش آب میریزیم. اسانس آکواتیک تالگو یه اسانسی هستش که شما در داخل آبی که میخواین حوله هاتون رو خیس بکنید استفاده میکنید. این آکواتیک اسانس چی هستش؟ در واقع این اسانس خواصی داره که آرامش بخشه، بوی خیلی مطبوعی داره، آبرسانی میکنه پوستو و باعث آرامش میشه. وقتی شما حوله های گرم رو صورت مشتریتون انجام میدین، بوی مطبوع این اسانس با گرمای اون حوله حس آرامش خیلی خاصی رو به مشتریتون میده. چند قطره از این اسانس رو شما داخل آبی که میخواید برای حوله هاتون استفاده کنید میریزید. بعد حوله هاتون رو داخل این آب خیس میکنید. به این شکل میچلونینش و داخل دستگاه قرار میدین. میذارید تا گرم بشه. قبل از که بریم برای ماساژ مدلاژ یا ماساژ خوش آمدگویی، شیرپاکن و لوسیونتون رو هم داخل دستگاه بذارید. من اینجا میام از شیرپاکن جنتل که برای همه پوست ها، حتی پوست های خشک و حساس هم مناسبه استفاده میکنم.
خب چون لاین آبرسانیه و معمولا پوست های خشک دارای در واقع مشکل کم آبی میشن. البته داریم پوست هایی که چرب هم هستن ولی کم آب هم که تو جزوه ها کامل براتون توضیح داده شده. از شیرپاکن جنتل یا ملایم تالگو استفاده میکنم. 4 پمپ. بعد لوسیون تالگو که لوسیون پوست های نرمال هستش، نرمال و مختلط. این هم 4 پمپ، 5 پمپ حدوداً ازش استفاده میکنیم. اینا رو هم میذاریم داخل دستگاه تا گرم بشه. و بعد ماساژ در واقع ولکامینگ ماساژ یا ماساژ مدلاژ تالگو رو برای اینکه تاثیر فشار و استرس رو از رو مشتریمون کم بکنیم و خوش آمدگویی بگیم و آرامش براش ایجاد بکنیم انجام میدیم. خب ببینید، اول با انگشتان شستمون ابتدای ابرو ماساژ های دورانی در نقاط مختلف به سمت مرکز سر میریم. فشارش نه خیلی زیاد و نه خیلی کم باشه. پس اول از قسمت اول ابرو، قسمت وسط ابرو و قسمت پایان ابرو ما میایم این ماساژ رو انجام میدیم. بین اینکه شما از یک ماساژ رو ماساژ بعدی میخوایم بریم، میتونید که روی موهای مشتریتون لمس بکنید، نوازش کنید که حس آرامش بخشی داره. دو تا مچ دستمون رو هم میذاریم، بعد میذاریم رو پیشونی مشتری به این شکل حالت زبدر و خیلی آروم به صورت 8 انگلیسی میریم تا بازوها و برمیگردیم تا انتهای مو. دوباره دو تا مچ رو هم میذاریم، دستامون رو از دو طرف صورت به سمت بازوها و دوباره برمیگردیم. حالا با انگشت شست و انگشت سبابمون میایم انتهای لاله گوش رو به صورت دورانی ماساژ میدیم. در 4 نقطه مختلف گوش ما این ماساژ دورانی رو داریم. دوباره ماساژ 8 انگلیسی یا پروانه ایمون رو میریم. حالا دستمون رو روی یک سمت صورت میذاریم، برمیگردونیم قسمت پشت گوش در نقاط نزدیک به هم ماساژ دورانی تا قسمت انتهای گردن. و برمیگردیم، سر رو برمیگردونیم، قسمت پشت لاله گوش همون کاری که اون طرف انجام دادم و دقیقاً همین ور انجام میدم. ماساژ های نقطه‌ای دورانی تا پایان گردن و بعد مو رو نوازش میکنیم. دستامون رو روی پوست سر به صورت دورانی ماساژ میدیم. دوباره ماساژ پروانه‌ای و تمام.
دو تا انگشتمون رو در دو طرف مهره های گردن از قسمت نخاع به صورت فواصل معین و دورانی ماساژ میدیم. میایم همینجور تا به سمت گوش. یه بار دیگه از دو طرف مهره های گردن و دو طرف نخاع ماساژ دورانی با دو تا انگشت تا به سمت گوش. ماساژ هماهنگ کننده یا همون پروانه‌ای رو دوباره میریم و ماساژ مدلاژمون تموم میشه. خب برای این قسمت ما الان باید موهای مشتریمون رو کاور کنیم با استفاده از حوله های سر تالگو که رنگ جدیدش هستش و این رنگی بود که حالا پارسال بود و ما استفاده می کردیم. این حوله های سر در این ابعاد هستن. برای اینکه ازشون استفاده بکنیم میایم یک لبه این حوله رو یه تای کوچیک میزنیم به این شکل. سرتون رو بلند کنیم. این قسمت تا رو میذاریم سمت گردن. بعد به صورت ضربدری موها رو که بالای سر جمع کردیم به این شکل لبه این سمت رو میذاریم زیر لبه سمت مقابل و کامل موها رو کاور میکنیم. شما میتونید از کلاه یه بار مصرف هم استفاده کنید و روش از هدبندهای تالگو استفاده بکنید که ولی معمولا اگر این دوتا کار رو با هم انجام بدیم محکمتر و قشنگتر هستش.